از نور بد اتاق خود رنج میبرید به ما تبلیغات تلویزیونی این بهتر بود یا تبلیغات تلویزیونی خود تلویزیون یا هم مال صدا و سیما؟ بریم ادامه ویدیو. سلام بچه، چطوری؟ خود ویدیو جدید خوش اومدید. اولی بیتو بگم لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. بعد چند وقت اومدم دوباره پروفشنال شروع کنیم. همونطور که توی تامنیل ویدیو دیدید امروز اومدیم با هم آنباکس رینگ لایت کنیم برای استریممون که واقعا نور بدی داشت این اوایل و نمیتونستم بکنم استریم. یادتون نره استریم مثل مراحل بازی نباشه بگم بکنم بگذریم از این بس. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. لتس گو. همونجور که قول دادم قراره واقعا پرفشار چند سال کار کنم. 1400 خیلی کم کاری کردم ولی آخراش بود. حالا بگذریم از این بس. بچه‌ها این جلوی کارمونه رینگ لایت به صرفه و خیلی خوبیه. همه چیزو توضیح میدم. این کنار این و این دیگه خودتون برید چک کنید. حالا من تو جی کالا نخریدم، اومدم به شهری خریدم و اینا، شهر زیارتی اومدم خریدم. واقعا چیز خوبیه بچه، تو قومم من الان. حالا بگذاریم بریم سراغ آنباکس. لایک و کامنت و سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره، واقعا به سابسکرایبراتون الان نیاز داره. خب بچه‌ها یه ذره دل و رودش ریخت بیرون. من این کارتون بعداً استفادهش میکنم اون وقت. ببخشید کارتون خان. بچه‌ها این متر سیممونه که واقعا برای من کافیه. این خود کاره، امیدوارم ببینید. معلومه دو فیلم بردار نه یار جلوه بچه. این از این اوکی. دسته چیزی نشون بده چند تا دکمه داره. خب راستی آفرین. خب دیگه صحبت نباشه. این از این بچه 4 تا دکمه داره، آن و آف و کم مثبت منفی و عوض کردن نور. خب اینو ما یه دقیقه بذاریم اینجا. معلومه الان؟ خب بگذاریم یک نداره بچه. 3 تا از این جغل بغولا داره. یکیش خب بچه اینجوری آخره اینجا میره، یکیش میره اینجا. از یواش سعی کنید باش کار کنید چون اونجوری نیست نشکنه، احتمال شکستن داره ولی من قرار نیست زود باش دعوا کنم تو ویدیو که. و یه دونه پایه داره که اینو بچه من یه ذره صفر کنم، ببخشید شله. این از این پایه رو، این از این و اینو اینجوری میخوره انداد. کاکا سابسکرایب یادت نره کاکا. اینم از این و یه دونه از اینا هم داره که برای گوشیه که من الان استفادهش بکنیم. حالا بذارم ببینید بچه. بیار بالا ببینید. ببخشید بچه این هست اینجوری دیگه. وقتی بخرن یه چیز ساده ایه. خب بچه این پیچه رو یادم رفت بچه. هرز میشه زیاد بازی کنید باش. برعکس بسی، برعکس گذاشتی. نه درسته. آره بچه این از این بچه ها. یه چنل هم من داخل این ویدیو معرفی میکنم، حتما برید سابسکرایب کنید، تک تک ویدیوهاش ببینید. آموزش پرنده حیوانات میده و همه جور ویدیویی میگیره و یه سری محدودیت ها داشتیم. راستی معذرت خواهی من حالا تو 3 تا از ویدیو کردم تو این ویدیو هم بکنم. یه هفته چنل یوتیوب من بند شد به دلیل یک ویدیو تست. حالا میترسم بگم دوباره مسدود چیم. بچه ها اسمش چیه؟ ویدیو تست ایرادی نداشت و اکلیسورنج مشکل دست من بود که حالیم نبود چجوری ازش استفاده کنم و کجا استفاده کنم. خب بچه ها این اینجوری میشه، چند تا حالت داره. غیر میده، دنده ماشین هم میشه. تو بازی هم فکر کنم بتونیم استفاده کنیم. خب بچه ها من ویدیو رو کات بدم، اینو رو پایم نصبش کنم، نورده‌ایشو با هم بذاریم و ادیتور اونجا رو یه آهنگ بذاره و بچه‌ها یه قلب بنفشم بهش ادیتور هم بذارید. راستی حتما اون چنل رو حساب کنید. من میکروفونم روشنه. آره میکروفونم روشنه. من برم اینو بس کنم نورده‌ایشو بهتون نشون بدم. برو بریم. نگو آخر قصمونه، من خرم دروغاتو باور کردم، نمونده رایی جز واسم رفتن. تو هم مثل من گوه اخلاق دو کلوم نمیشه با دست آدم مفزد. هر روز میشم لاغرتر من، آخه مگه از تو نامردتر هست؟ باشه اصلا تو فرشته بودی، همه گوهکاریات با منم. بگو چرا نموندی پیشم، چرا این دردا تموم نمیشن؟ بد شده این. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون
نره. اسم این چنل باز زیر میاد، حتما برید دنبال کنید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. اگه خواستید رینگ لایت رو بخرید قیمتش هولوش 400 الی 450 هزار تومانه، با تخفیف و اینا بودن میشه 400 تومن. بگذاریم از این بس و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. منتظر استریممون باشید. گود بای.